او چیزی که مرد ایشان دادم ما گفتم نه یا همه بر دروغ گفتم یا را خطون کدگی بچه من گفتم آقا جان بچه من گفتم گندش کشتن نمیتونه. پسر این مادر را برای قصد حمله مرگ طلبانه به 20 سال زندان محکوم کردند. او به این عیبنامه راضی نیست و آن را ساخته می‌داند. آرزو سیدعلیف پسر 23 ساله صنوبر هم حکم دادگاه را نسبت خود سنگین خوانده خواسته است بازبینی شود. مقامات میگویند حکم بر اساس دلیل‌های معتمد صادر شده است. همین سر سود وقتی که برو آوردن ما گفتم همین وقت به امید بودم که مرا تا این همین جایی که تلفن گپ زدن وقتی که I love دایرو $100 قطعی تلفن چی یا خچون مونده گفتن یا خچون پستاوید کردن گفتن که سینسکی بیا قطعی ما همکاری که ما در سر سود را میبریم سر سود وقتی که 20 گفتند بچه دیگه چی دیگه نمیدونم که در او درونی چیز زمین دیگه من خود من نمیدونم چه خیلیش من دادگاه شهر دوشنبه آرزو سیدعلیف ساکن ناحیه فرخار را که به گفته مفتشان میخواست در بینای وزارت امور داخلی حمله مرگ طلبانه انجام دهد به 20 سال زندان محکوم کرد. دادگاه گفته است که این جوان 23 ساله هنگام مهاجرت کاری در قزاقستان در سال 2018 توسط شبکه‌های اجتماعی با اعضای گروهی به نام دولت اسلامی تماس گرفته سوگند صداقت داده است. به گفته مادر آرزو برای تبابت به وطن برگشت و پس از 3 ماه بازداشت شد. همین موبایل یک مکال کار نکرد که دستش دا خیمیکات زد یا چون اوجه دخترو همین چیزا دیدن کی گذاشتن گفت کار میکرد اوجا رفته ماشین میشته چی میکنه دیگه او ما بعد 3 ماه دیگه گشت هیچ چیزا هم چی رو پای با نماز دارم هیچ چیزا دیگه ما نمیدونیم همین قمه دونم که همین روزی فبرار بود 19 فبرار چی ینور 19 ینور بود گفت اوچا ما اپا خبر گیریم ما اونجا کوارتران مقامات تاجیکستان میگویند سیدعلیف را روز 20 دکبر سال 2018 هنگامی از جای تعیین کرده تاج‌الدین نظرف یک اعضای گروهی به نام دولت اسلامی گرفتن تلفن موبیلی و $200 در ساحل دریای دوشنبه دستگیر کردند. به قول مفتشان یکی از اولین دستورهایی که آرزو باید اجرا میکرده است قتل سیفالله یتیموف رئیس محله نوآباد پایان ناحیه فرخار بود. خود سیفالله یتیموف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت هیچگاه با آرزو و خانواده آنها مناسبت بد نداشت و نسبت آنها به کسی شکایت نکرده است. ولی مادر آرزو از نقل پسرش میگوید در واقع او در جستجوی کار با افراد شبهناک تماس گرفته فریب خورده است، اما تاکید میکند او پسرش قصد اجرای یگان عملی تروریستی نداشتم گفتن من نکردم یگان کاری هم که بود نکردم من مقصدی تری هم نداشتم های گفتن هم گفتم من که نکردم چیکار. دادگاه شهر دوشنبه میگوید هرچند آرزو سیدعلیف به مقصدش نرسید اما برای قصد انجام جنایت‌های مدهش به 20 سال زندان و ادای این حکم در محبس نظامش سخت محکوم شد.